سلام به هنردوستان عزیز. امروز با یک آموزش در خدمت شما هستم. میخوام در مورد پنس طلایی کشش سینه صحبت کنم. شما با هر متدی که کار میکنید میتونید از این پنس استفاده بکنید. این پنس جلوگیری میکنه از کشیدگی جلوی سینه و باز نشدن بین دکمه ها. برای کشیدن این پنس از نوک سینه یک خط به وسط جلو میکشید. مقدار پنسی که باید وسط جلو بسته بشه از نیم سانت شروع میشه تا 1.5 سانت. مقدار این پنس بستگی به حجم سینه شما داره. هرچه سینه برجسته تر باشه مقدار این پنس بیشتر میشه. مقدار پنستون رو طرفین خط علامت بزنید. با خطکش به نوک سینه وصل کنید. برای بستن این پنس باید ابتدا پنس کنفرماسیونتون رو بچینید که پف سینه‌تون برطرف بشه. یکی از ذیل‌های پنس رو بچینید و این پنس رو هم دیگه بچسبونید. با بستن این پنس یک گودی در قسمت وسط جلو پیدا میشه. برای برطرف کردن این گودی باید با خطکش از هلال وسط جلو یک خط بکشید به صورت که انتهای خطتون روی خط مرکزی جلو قرار بگیره. یک فضایی به جلوی الگوتون اضافه میشه که همین فضا جلوگیری میکنه از کشیدگی جلوی سینه ها. یک کار خوب دیگه که این پنس انجام میده، بستن این پنس جلوگیری میکنه از باز شدن پایین دکمه ها توی لباسایی که پایینش تنگ هست و انتهای دکمه ها حالت بازی موقع ایستادن پیدا میکنه. این اشکالم برطرف میکنه. از این پنس استفاده بکنید و نتایجش رو ببینید. منتظر آموزش های بعدی ما باشید.